الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در این روزها، در این هفته، بسیار برادران از بنده سوال نمودند که حکم جشن گرفتن نوروز و شبهاتی که در این مسائل هست بیان می نمودید. سبب این سوال چیست؟ البته همه این برادران موحد با خبر هستند که نوروز حرام است، جشن گرفتنش حرام است و تمام عیدهایی که غیر از دو عید اسلام هست باقی مانده‌اش حرام است. اما سبب پیدایش سوال و سوال کردنشان این شبهات بود که از جانب حزبی ها، از جانب این شکاکان پهن شده است و برادران را به شبهه گرفتار کرده است. مرحمت ببینید یکی از نهضتی چی میگوید؟ علمای نهضت گویا ما اینه نه حلال میگم نه حرام میگم، یک عادت ملی. حتی خیلی که میگن در مذهب ابو حنیفه العادت حکم الشریعت، یعنی عادت حکم شریعت رو میگه در حالی که ضد این شریعت نباشد. یعنی همون نوروز نظر دارم که ضد شریعت نباشد بکی نیست. سبحان الله. حرامترین عمل، بدترین عمل این سخن کردن در شریعت اسلام، در دین الله به علمان است. و این انسانی که سخن میکند از نام دین و همچون یک فتوا دهنده و عالم نهضت سخن میکند. بنده من از این انسان بیخبر هستم، شناسایی ندارم. به من خبر دادن که یکی از مفتیات اونجاست. یعنی از همین جهت به نهایت یعنی جرأت دارد که سخن میکند، جرأتی در دین الله دروغ گفتن دارد. در همین سخنی چند سکونته‌ای که دارد چندین مخالفات شرعی دارد. اولا میگه این یک عادت است و عادتی که به اسلام مخالف نیست. البته عادت خودش به 5 نمود تقسیم می شود و عادت آیا مخالف اسلام است یا نیست این به قرآن و سنت سنجیده می شود. هر یک کس به فکر خودش یک عادت را مخالف اسلام است یا نیست گفته نمی تواند. قرآن و سنت آشکار بیان نموده است که تمام عید کفار این مخالف دین اسلام و مخالف عقیده توحید است و مخالف الکفر بالطاغوت و الولاء والبراء است. و مخالفت دومش میگه که مذهب ابو حنیفه میگویند که یعنی ایده که امام میگوید که مذهب ابو حنیفه میگه عادتی که مخالف دین نباشد باقی نیست. خار و ذلیل باشی، وای بر حال تو دروغگوی کذاب که الله تو را خودش نشانت بدهد و در این جرأت قبیحی که داری جزایت را بگیری که سبب شبهه افکنی و سبب تغییر دادن دین الله میشوی. آگاه باش که مذهب ابو حنیفه سخت‌ترین مذهب در مسئله حرام کردن نوروز هستند. به این چی میگویی؟ بله درست است که تمام مذهب ها میگن وقتی که عادت مخالف دین نیست این اجازت است، مباح است. اما آمدن در جای دیگر گفتند که دین همه اش خواه عادت باشد خواه پیدا شده باشد همه اش مخالف دین است، مخالف الولاء والبراء است. برای همین جشن گرفتن عیدهایی که در غیر دین اسلام است، از غیر دین اسلام هست، خواه عید وطن باشد، خواه عید استقلال باشد، خواه عید نوروز باشد، البته عید از عید کفرش سخت‌تر است و وزن‌تر است. این عیدها کفری است و حتی مشرک می شود و این فتوای مذهب ابو حنیفه است. اولا پیش از همه من به مسلمانان ملت تاجیک و به این گمراه شدگان شبهه افکن کنندگان، شبهه پهن کنندگان بیچاره گمراه شده، خار و ذلیل گشته، اولا سخن مذهب ابو حنیفه را می آورم. علامه ابن عابدین شامی حنفی
که معروفترین علما، یکی از معروفترین علمای حنفی است، در کتاب در المختار ذکر میکند، یا که حتی در کتاب رد المختار و غیره، در بسیار کتاب ها این را میتوانید ببینید. این سخن را میگوید اگر شخصی الله سبحانه و تعالی را 50 سال عبادت بکند و بعد از آن یک مشرکی را هدیه نماید در روز نوروز به خاطر عید نوروز خرسندی کند، یک هدیه بدهد، حتی یک تخمی را به خاطر عید نوروز هدیه بکند، به تحقیق کافر می شود و 50 ساله عبادتش حبته نابود خواهد شد. مرحمت نظر کنید به کتاب رد المختار جلد 5 صفحه 532 و ابن نجیم مصری حنفی در شرح کتاب کنز الدقائق مشهور به بحر الرقائق کتاب خونسا صفحه 487 و علامه علی قاری حنفی اینچنین در شرح مشکات المصابیح مشهور به مرقات المفاتیح باب ایدین، یعنی دو اید، صفحه 490 و 491 سخن میکند. این دلالت میکند که کسانی که امروز، حزبی هایی که امروز از نام دین فتوا میدهند، والله بالله تالله دروغ میگویند، آشکارا دروغ به دین نسبت میدهند و این عملشون کفر است و این تهمت است و این شرک است و از همه بالاتر این خیانت به ملت مسلمان تاجیک است. به خاطر نفس خود، به خاطر این که به همون صلیبی ها خودشون را خوب نشان دهند که اینها مسلمان های گویا که یعنی عادی هستند، مسلمان های 100% قرآن و سنتی نیستند، اینها هم یک مسلمان های به کفر آمیخته هستند، میخوان که همین را نشان دهند، از همین جهت این ایدها را جشن میگیرند و بعد از اینکه اید را جشن میگیرند مخصوص دلیل های قرآن و سنت را مجبور میشوند که بیارند به این طرف. البته از قرآن و سنت اینا هیچ دلیل آورده نمیتواند، از قرآن و سنت هیچ دلیل به خودش آورده نمیتواند. بارک الله فیکم. پس بارک الله فیکم برادران عزیز، این بود سخنی علمای معروف و یک چند علمای معروف حنفی که انسانی که نوروز را به خاطر خرسندی عید بودنش جشن میگیرد مشرک است و کافر است. این مذهب ابن فیض سخنشون است. یکی از دیگر علامه حنفی شبیر احمد عثمانی حنفی که از خاندان حضرت عثمان رضی الله عنه است، در شرح صحیح مسلم مشهور به این که نام کتاب شرح صحیح مسلم فتح الملهم آورده است. خرسند شدن به عید نوروز، خرسندی کردن، فرحمند شدن به خاطر عید نوروز و در روزهای عید نوروز و جشن گرفتن نوروز، این حرام است. ببینید آشکار حرام است. و در دوام سخنش میگوید شیخ ابو حفص کبیر حنفی که هدیه تخم به مجوسی در روز نوروزی را ذکر کرده است کفر است. یعنی همین شیخ میگه که در روز نوروز حتی تخم، چرا تخم را مثال میارن؟ برای اینکه کمترین چیز است، کمترین چیز را هدیه دادن این کفر است. فتح الباری جلد 5 صفحه 549. حتی علمای حنفی فتوا دادند که در همین روز نوروز خرسند شدن که البته کفر است و شرک است و حرام است و این چنین به عبادت مخصوص مشغول شدن به مانند اینکه روزه می‌دارم یا چیزی دیگر گفتن هم چی است؟ مکروه است گفتند. چه که در فتوای هندی و به مشهور فتوای عالمگیریه وجود دارد، یا نور الایضاح، مراقیه فلاح، کشف اللسان، در این کتاب وجود دارد. پس ببینید در کتاب اظهار الادله صفحه 92 آمده است که میگوید که یعنی عبدالله ابن عمرو رضی الله عنه یکی از صحابگان میگویند کسی که عید نوروز را جشن گیرد، عید مهرگان یا که عید نوروز را جشن گیرد و خود را در همون عید نوروز گرفتن و جشن گرفتنش یعنی همچون یک عید همین عمل را انجام بدهد، یعنی در این حالت به چی واقع میشد؟ خود را به کفار و به مجوس تشبیه کرده است. و اگر
در همون حالت بمیرد در روز قیامت با همراهی کفار از قبرش میخیزد. سنن کبرای بیهقی تحت رقم 18643 ذکر است. یعنی امام بیهقی در سننشون محدث روایت میکنند که صحابه عمرو بن العاص میگن که هر کسی که روز نوروز رو جشن گیرد، خرسندی کند، مهرگان را عید بهار، عید مجوس، عید چیزی نباشد، اگر بمیرد روز قیامت با همراه کفار میخزد. یعنی صحابه کافر اعلام کردند. سبحان الله. پس برادرم و خواهری بزرگوارم، در اینجا سخنی که درست است و سخنی که دین است، سخنی یک حزبیه که راه گم گشته است و بیچاره است و خوار و ذلیل شده است و از قرآن و سنت دور است و از مذهبش دور است و فروخته کرد، دین و مذهب و آیین را فروخته است، یا که سخنی صحابگان، علما، اگر حنفی باشی سخنهای علمای حنفی، سخنی کی درست است؟ اما وقتی که انسان گمراه شد، برای گمراهی خود البته دلیل ها می آورد، حجت ها می آورد که البته فکر و اندیشه هیچ کسی در این باب قبول نیست بجز قرآن و سنت و سخن صحابگان و علما. از همین جهت تمام علمای اهل سنت و الجماعت و 4 مذهب همه اتفاق کردند که جشن گرفتنی تمام نمود عیدی که غیر عید فطر بعد از ماه رمضان عید فطر باشد، یا که بعد از عید اضحی، یعنی غیر از عید اضحی، یعنی 2 عید، عید فطر و عید اضحی، بجز این 2 عید دیگر عید را جشن گرفتن این جایز نیست و حرام است. حتی روز جمعه عید است اما جشن گرفتنش بدعت است و جایز نیست. ما روز جمعه را جشن نمیگیریم، روز جمعه عبادت میکنیم، خاموشی، حتی تبریک کردن و مبارک گفتن در روز جمعه بدعت است. خیلی که حدیث اومده است، البته اثری صحیح روایت اومده است که این چنین سخنی در بین صحابگان و پیامبر صلی الله علیه و آله نبود. و چی برسد به دیگر عیدها، تمام عیدی که به خاطر قومیت، به خاطر ملی، به خاطر وطن، به خاطر یگان خرسندی دیگری به وجود آمده است و تمام خرسندی، شادی، یک جمعشویی که هر سال در یک وقت معین، روز معین عید و جشن گیری می شود و هر سال می آید، همه اش حرام است. برای همین عید را عید میگویند. عید چرا عید میگویند؟ یعنی گشته و برگشته می آید. عید نوروز یعنی یک عیدی که، یک خرسندی که، یک جشنی که گشته و برگشته هر سال می آید در یک روز معین، یک وقت معین. یا که چرا سال نو را عید میگن؟ برای اون که هر سال یک بار می آید. عید این صلیبی ها. یا که استقلال وطن را چرا عید میگن؟ چرا که هر سال می آید. یا کدام عیدی نباشد، همه این عید را جشن گرفتن و این عید در این روزها خرسندی کردن، البته این کفر است و مخالف شریعت اسلام است. اما یک عید از عید دیگر بدتر است. عید کریسمس، عید سال نوی و عید نوروز از دیگر عیدها دیده بدتر است و سخت‌تر است، چرا که در مسئله این عید تمام علما سخن کردند و تمام سخنشان از سخنهای صحابه گرفته شده است و آشکار خیلی که دیدید مذهب ابی حنیفه مشرک گفته است و کفر گفته است. سبحان الله. اما میبینید که یک حزب نام اسلام را به خودش میگیرد، خودش را صاحب مقام سخن کننده دین میگیرد و می آید و میگوید که ما این نوروز را عید نمیگوییم، این عادت است و عادت را مذهب ابی حنیفه جایز گفته است و مذهب ابی حنیفه را یک جای دیگرشون گفته است. اینها خائنان و ملعونین هستند. والله بدترین گروه امروز همین گروه هست که از نام دین دروغ میگوید. اگر همین گروه نباشد چقدر مردم مسلمان تا این وقت حق را میفهمیدند. اینها نه الولا دارند نه البرا دارند. از همین جهت تمام عید کفار را به خاطر تقرب جستن به کفار جشن میگیرند. و اگر گفتید که عید استقلال را چی میگید؟ میگن که این عید نیست، برای که این جشن یک وطن استقلالیت است. ما میگیم که عید همون چیزی هست که عید هر یک جشنی که هر سال بیاید. اگر یک جشن رو شما یک بار بگیرید و سال دیگر نآید، این عید نیست. از میراد که این عید نیست، یک بار نشست کردید با که ندارد. اما هر یک جشن گیری که
در این روز خرسندی میکنید، همین روز رو روزی یک غلبه و این و آن مینامید و کردن میگیرید، البته این چی است؟ عید است و این ممنوع است. اگر این چنین عمل جایز می بود، مرحمت بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم مکه رو فتح کردن عید بود. ما هر سال یک بار در وقت فتح مکه یک بار جشن میگیریم، استقلالیت مکه از مشرکین. مثل عید هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر هجرت کردن، به خاطر من عید میگیریم. عید مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم همین عید است، همین مولود پیامبر هم عید است، یعنی هر سال تکرار میشد. عید اسرا و معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم که پیامبر به جنت رفتند، به الله روبرو شدند، عید نماز فرض شد. سبحان الله. لیکن همه این حرام است، جایز نیست. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم آشکار گفتند که ما دو عید داریم، یعنی هر سال تا می آید گشته و برگشته و در همین دو روز خرسندی میکنیم، عید فطر و عید اضحی، و دیگر عیدی نداریم. و این سنجش الله سبحانه و تعالی به بندگانش است. چه خیلی که یهود را الله گفت که از این دریا آب نخورید، تشنه بودند، بعضی ها خوردند و الله از اونها بیزاری جست و بعضی ها نخوردند و به نزد الله نزدیک شدند. عید هم به مانند همین است. در این روزها که عید کفار را جشن نگیرید، بعضی ها هستند که یعنی بعضی از سخنهای فلاسف و سخنهای کفری را میارند و جایز میگند، و هستند الحمدلله فرقه ناجی اهل سنت و الجماعت که میگند که حرام است. غیر از دو عید ما دیگه چیکار نمیگیریم، برای اینکه رسول الله گفتند که شما دو عید دارید، دیگر عیدی ندارید. و ما میگیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم حقیقتا هر یک چیزی رو که اگر اجازت می بود بار اجازت میدادند. چقدر مسائل بود که پیامبر اجازت دادند، گفتند که زیارت قبر برای شما حرام بود، لیکن الان اجازت دادم زیارت بکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میدونستند که روز قیامت به نهایت امتشون به کفار متشابه می شود، پیروی می کند، اما نگفتند که در اون روز قیامت نزدیک شد بعضی از عیدها را کنید نکنید. نه، فقط گفتند دو عید دارید، تا روز قیامت دو عید دارید، دو جشن دارید، دو خرسندی دارید. دیگه وقت روزهای معمولی، روزهایی که شما زندگی میکنید به قرآن و سنت. بارک الله فیکم. پس مشارکه کردن عید کفار به تمام نمودش حرام است. خواه عید کریسمس، خواه عید نوروز، خواه استقلالیت، خواه عید دیگر عیدها، همه اش حرام است و این تشبیه کردن به کفار است. اولین سبب حرامش این تشبیه کردن به کفار است، برای اینکه اصل این عید از کفار است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگن، خیلی که امام ابو داود روایت میکنن، میگن من تشبه بقوم فهو منهم، هر کسی که خود را به قوم نسبت دهد از همونها است. پس ای نهضتی، ای مفتی، ای ملایی که یا مفتی که نهضتی مسلمانی که خودت را مسلمان گفتی او عیدی که پیدایش اصلش از مجوس است و گفتی که این عید عادت است با که ندارد، عادت فارسو است و غیر فارسو هست، پس دون که تو تشبیه به همون مجوس کردی و تو از همون ها هستی. خیلی که رسول الله میگن هر کسی که به قوم خودشون نسبت دهد از همون ها است. اگر خواهی که رد زنی، مرحمت به همین حدیث رد زن. و این تهدید به نهایت خطرناک است از زبان رسول الله صلی الله علیه و عبدالله ابن العاص میگن که من بنا بارض المشرکین، هر کسی که در زمین مشرکین زندگی بکند و در همون جا یک حالت شود که در بین اونها باشد، و صنع نوروزهم، نیروزهم، و نوروز همونها رو انجام داد، عید نوروز همونها رو برگزار بکند، و مهرجاناتهم، و مهرجانهایشان را، و تشبه بهم، و به منها در همون عید کردن مانندی بکند، حتی یموت، اگر تا اینکه بمیرد، همین خیلی بمیرد، خسر فی یوم القیامه، در روز قیامت خسارت زده است، بنکرات شده است، زیان کشیده است، شرمنده در این دنیا و آخرت است. دومین دلیل حرام بودنش این است که مشارکت کردن در عید کفار، خواه تمام نمود عید، خواه وطن باشد، خواه غیر وطن باشد، خواه نوروز باشد، این آشکار کردن یک دوستی، یک موالات، یک محبت را نسبت اونها اظهار کردن می باشد. بله الوقت وقتی که یک مسلمان عید کریسمس رو، سال نوی رو جشن میگیرد، این دلالت میکند که تو به اونها گویا که در دین اونها هستی، تو دوستیت رو اعلان میکنی. نوروز رو کردی، تو دوستیت رو به مجوسی اعلان میکنی. برای اینکه امروز بپرسید که به مجوسا پرسید که اصل نوروز از کجا است، و امروز هم نوروز میگه مجوسا از آن ما است میگه،
و هیچ کسی این رو رد نمیکند. و به عید استقلالیت یک دولت دموکراتی اشتراک کردی، دون که از این مورد که تو خرسند شدی، تو راضی هستی که از قرآن و سنت اینا جدا شد و این عید است و همه این کفر است. الله سبحانه و تعالی امر کرد و گفت لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یهود و نصارا و دیگر تمام مشرکین را دوست نگیرید. یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ای آنانی که ایمان آوردید، دشمنی من و دشمنی خودتان را به دوستی انتخاب نکنید و با اونها به دوستی، به مهربانی، به محبت معامله نکنید، برای آنکه اونها به دین شما کافر شدند، به قرآن شما و به سنتی که از جانب رسول الله کافر شدند. چرا شما بی عقلید؟ البته این سخنی که چرا شما بی عقلید، چرا شما نمیفهمید، این سخنی خودی بنده است که من گفتم. این سوال به تمامی همین کسانی هستند که شبهه میاندازند. مگر شما خرد ندارید؟ سومین دلیل این است که باید دانیم که عید این یک قضیه دینی هست، این یک مسئله و موضوع عقیدوی هست و این برای سنجش مسلمان حقیقی و مؤمن و موحد از یک مسلمانی که خود را مسلمان میگه و منافق و بی عقیده و مشرک جدا کردن است. قیامت نزدیک شد، روز از زمان پیامبر اومد دور شد، 1400 سال گذشت. امروز به واسطه همین عید مسلمان موحد را از مسلمان غیر موحد جدا میکنیم. ما باید از این چنین مسلمان هایی که آشکار به مشرکین الولا میکند، دوستی میکند، براءت جوییم، بیزاری جوییم، به اینها دوستی نکنیم، سلام علیک رو با اونها به تمام علاقه رو از اونها بکنیم و اینها رو ما باید حکمش رو مانیم تا که اینها بفهمد که در حقیقت امت اهل سنت و الجماعت، امت اسلام، پیروان صحابگان و رسول اکرم صلی الله علیه و آله از اینها بیزارند و براءت را اعلان بکنیم. اگر خواهی که موحدی حقیقی باشی برادرم و خواهرم، والله براءتت را از انمین بدبختان، از انمین مبتدعان و از انمین پیروان کفار البته براءتت را اعلان بکن. بارک الله فیکم. و به این سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت میکند که میگویند لکل قوم عید و هذا عیدنا. ای امت اسلام، هر یک قوم به خودش عید دارد و عید ما انمین عید فطر است و عید اضحی است، عید قربان است و عید فطر است. و بعضی قوم عید دولتداریش را جشن میگیرد، بعضی قوم عید تربوزه و خربوزش را، بعضی قوم مجوسی مشرک عید نوروزیش را جشن میگیرد و بعضی از عید یهود و عید البته کریسمسش را جشن میگیرد و مسلمان دو عید دارد، فطر و عید اضحی. چی مشکلی دارد؟ پیرو شدن به این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله چی مشکلی دارد؟ مشکلیش این است که وقتی که به این سخن پیرو میشوی شاید کافر از تو راضی نباشد، شاید کافر به تو پول ندهد، شاید کافر دیگر به تو را حمایت نکند، شاید دنیای تجارتت پس شود. از همین جهت منافقین، از همین جهت خودپرستان، نفس پرستان و طاغوت پرستان از این عملهای بد، عملهای کفری، عید پرستی دست نمی کشند. اما آنانی که تنها الله را عبادت می کنند، موحدند، کفر بر طاغوت را بجا می آورند و خوشبختی این دنیا و آخرت را از الله می دانند، عزت را از الله می دانند، والله بالله تالله هر یک دقیقه و ثانیه براءت را از تمام غیر الله، از تمام ایدهای غیر الله اعلان می کنند و می گویند که ما بیزار هستیم و می دانند که این دنیا دنیای فانی است و دنیای باقی در نزد الله است و هر کسی که به این عیدها بمیرد البته در روز آخرت با همراهی کفار خواهد خست. پس چهارمین این است که الله سبحانه و تعالی میگوید والذین لا یشهدون الزور. علما در همین آیت یعنی مؤمنین همون کسانی هستند که شهادت زور، یک شهادت دروغی نمیدهند. علما در زیر این آیت میگن که انمین شهادت زور این جشن گرفتن عیدهای مشرکین است. یعنی هر کسی که عید مشرکین و عید کفار و عید نو پیدا شده امروز عید استقلال باشد یا عید وطن باشد یا عید چیزی دیگری باشد، هر مسلمانی که همین عید را قبول بکند، جشن بگیرد، این شهادت زور داده است و این مؤمن نیست، برای آنکه به چیزی دروغ شهادت داده است، چیزی دروغ را جشن میگیرد. و البته این عادت نیست، این عرف نیست، این عرف عادت مسلمین نیست، این عرف عادت مشرکین است که عرف عادت مشرکین را البته عرف عادت مشرکینی که اصل پیدایشش به خاطر شرک باشد قبول نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله برای همین عید را گفتن فقط دو عید است، دیگر عید نداریم. بارک الله فیکم.
عید به مانند یک عبادت است، خیلی گفتیم به مانند نماز است. خیلی که نماز 5 وقت است و دیگر وقتی ندارد، عید هم همین چنین است. خیلی که نماز بامداد 2 رکعت هست، عید ما هم 2 است. خیلی که نماز فجر بامداد را شما 4 رکعت کرده مقصد فرضش را نمیتوانید، این چنین عید را زیاد کرده نمیتوانید. سبحان الله، این عبادت است و به سنت باید ثابت بشود. پس در این عید، در این روزها جشن گرفتنش، خرسند شدنش و نامش را دیگر کردن و این و آن کردن همه اش حرام است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند و میگن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که یأتی زمان علی امتی، یک زمان بر امتی من در آخر الزمان می آید که میگن یسمون الاشیاء بغیر اسمها، چیزها را بغیر نامش میگیرند. و در روایت آمده است که یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، چیزهای حرام را حلال میدانند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در همین حدیثی که دویمش رو خوندیم میگن که حدیث متفق علیه است، میگن ابریشم، مثلا چیزهایی که از شالک است، ابریشم است، حلال میدانند، شراب را حلال میدانند، زنا را حلال میشمارند. وقتی که سوال کردند که چگونه این چیزهای حرام را حلال میشمارند، گفتند که یسمون بغیر اسمها، نامش را دیگر نام میگذارند. نوروز را آمدند مهرجان کردند، نوروز را آمدند نامش را عیدی بهار کردند، نوروز را آمدند گفتند که این عرف عادت است، نوروز را آمدند گفتند که این یک خرسندی است، نوروز را آمدند گفتند که یک بهانه برای نشست است. این نامش فقط دیگر شدن است. اصلش این عید، عیدی مجوسی در همین روز بودن است. اصلش عید نوروز همون عید مجوسی که هزارها سال پیش پیدا شده بود، همون اصل است. نامش رو شما نوروز میمونید، نامش رو شما پیروز میمونید، نامش رو شما نهضت میمونید، نامش رو شما گلگون میمونید، نامش رو چیزی خواهید بمانید. دانید که این عمل کفر است و نام تغییرات در این کار نمی آورد. برای آنکه حکم نه به نامش، حکم به همون روز و به همون عملی که شما میکنید به همون داده میشد. حکم به همون جشن نام عیدی که شما دارید به همون است. پس ببینید جهالت شما نهضتی ها تا کجا است. وای بر حال طالب علم، وای بر حال همون انسانی که خود را عالم میداند، صدقه عالم شود و طالب علم شود که باز در گرد و اطراف همونها دور میزند و باز این چنین فتوا را میدهد. علامه ابن القیم الجوزی در زیر آیات میگن که بدترین گناه در نزد الله از شرکم بدتر این فتوا دادن در دین الله در حالتی که جاهلی و نمیدانی، به خاطر هوای هوس است. و این سمات و این بشره بدی سیاهی امن اهل بدعت است. اهل بدعت بدترین فرقه است که یکمین صفتش همین است که از خودش دروغ و راست سخنها میگه. سخن خودش به همدیگر ضد است. ببینید مذهب ابی حنیفه رو مثال آورد که دیدیم که مذهب ابی حنیفه مشرک خوانده است. و دومین چیز این است که اهل بدعت اول یک عمل رو قبول میکنند، بعد به خاطر همون عملشون دلیل جمع میکنند. اهل سنت اینطور نیستند. اهل سنت اول دلیل رو نظر میکنند، بعد عمل رو به وجود میآورند. در اساس دلیل عمل میکنند. اهل بدعت در اساس عمل بعد دلیل جمع میکنند. اول خواست هوس خودشون میکنند، بعد دلیل جمع میکنند. لیکن دانید که تا روز قیامت اینچنین اهل بدعت هستند و الله سبحانه و تعالی اینها را همچون عبرت و همچون یک به دیگرها درس البته یک وقتی پیدا میکند و خار و ذلیلشان میکند و ما یقین داریم که این سخنشان البته باطل است و اینها شرمندگان و جهلا هستند. بارک الله فیکم، حیاکم الله بیاکم.